السلام علیکم خدمت همه دوستای بامرام. شنیدین که میگن چند تا چیزه که هیچ وقت دیده نمیشه. یکیش گریه ماهیاست، یکیش خواب گرگاست، یکیش هم سقوط عقاباست. یکی دیگه از چیزایی که هیچ وقت دیده نمیشه خستگی راننده تاکسیاست که ما مخلص همه شما هستیم. ولی یکیش هم کار کردن این آخوندهای مفخوره. تازه جالبش اونجاست که حوزه علمیه گفته که 90% روحانیت بیکارن. ای مصطبتون شکر با 10% این همه نسناس بازی در آوردن. القصه بیکاری آخوندا خیلی عظما رو دغدغه مند کرده. واسه همین به عنوان یک کارآفرین پا به میدون گذاشت. البته از اون کارآفرینا که بقیه کار میکنن اونا آورین میگن نه عظما این دفعه واسه آخوندا همچین شیک و مجلسی کارآفرینی کرده. ناکس هیچ جا نمونده که این علی گدا یه عمامه روش نذاشته باشه. میری بانک میبینی 6 تا آخوند نشستن دارن پول میشمرن. ای بابا اینا کیان؟ ناظر شرعی. بابا ناظر شرعی دیگه چه کوفتیه؟ اینا مواظبن که پولا حرام و حلال نشه. بابا لامصب شما خودتون سلطان حروم خوری. گوش رو دادن دست گربه والا. میری مدرسه میبینی آخونده همجور دارن وول میخورن. ای بابا اینا دیگه کیان؟ مشاور روانشناسی. بابا اینا که روحانی نیستن، اینا روانی هن. لامصبا روح و روان ما رو اوراق کردن. القصه هر وقت با خودمون میگیم اوضاع از اینی که هست دیگه بدتر نمیشه، یه فاجعه این ریختی میزنه رو شونت، میگه دربست بزن بغل من اومدم. والا به مولا پریشبا تو تلویزیون داشتم نگاه میکردم، یه آخونده رو نشون داد لامصب از خودش صدای اگزوز خاور در می آورد. ای بابا این دیگه چه کوفتیه؟ میگه اومده راه کار بده که چجوری ما شاد باشیم. والا به مولا پلاتین چسبوندم. نسناس تو اشک ما رو در نیار، زحمت رو کم کن، اون وقت ما ته دل میخندیم به مولا. اگه نشنیدین صبح تا شب تو خیابونا ملت دارن میگن توپ تانک فش بشه آخوند باز گم بشه. والا به مولا حالا ملت اینو میگن این عظمای گردن شکسته همه جا رو میخواد عمامه پوش کنه. خودشون یه طرف، توله هاشون هم یه طرف. عظما اومده مجتبی رو عینهو خودش یه شبه کرد تو خمره و آیت الله در آورد. یادگار چه اون امام گور به گوریم نوه رو رنگ و لعاب زده گذاشته لب ویترین. ای رو برم به مولا. سلام علیکم. تو دیگه کی هستی؟ بنده آخوند تاکسی ام. نه بابا کارم نظارت بر حلال و حروم مسافرا، اجرای فرامین مقام عظما در امور جلوبندی، عجب، جمع‌آوری سهم علما از صندوق عقب و بررسی نحوه خروج شرعی دود از اگزوزه. ببند فک و نفله آخوند تاکسی و درد ورم میزنم همچین آب روغن قاطی کنی. لامصب والا به این ناکسا نباس رو داد، فقط باس گفت تا آخوند کفن نشود این وطن نشود. ای بله لذت زیاد.